میدونید چرا بیشتر زلزله‌های بزرگ شب‌ها اتفاق میفتن؟ خیلی عجیب نیست؟ زلزله‌های بن، ژاپن و خیلی های دیگه که توی دنیا رخ داده انگار همیشه شب‌ها بوده. ولی چرا اینطوریه؟ امروز قراره بریم سراغ جواب این سوال و نکات جالبی درباره زلزله‌ها یاد بگیریم. پس حتما تا آخر ویدیو با هم بمونید چون جواب‌های جالبی در انتظارتون هست. بعضی دانشمندها میگن شب‌ها به خاطر کاهش فعالیت‌های انسانی سطح زمین به حالت آرامش میرسه. روزها که سر و صدا و شلوغی جریان داره، همه چیز به زمین یه جور لرزش دائمی وارد میکنه. مثلا تصور کنید ماشین‌هایی که تو خیابون‌ها رفت و آمد میکنن، کارخونه‌هایی که دستگاه‌هاشون همیشه در حال کاره، یا حتی قطارهایی که با وزن سنگینشون روی ریل‌ها میچرخن. این فعالیت‌ها مثل یک نوع ماساژ دائمی برای پوسته زمین عمل میکنه و شاید باعث بشه فشارهای زیرزمینی کمتر انباشته بشن. حالا فکر کنید زمین داره زیر این همه ترافیک و سر و صدا به خودش میگه خب تا وقتی اینو دارن میچرخن چرا من چیزی رو رها کنم؟ بذار بمونن تا شب برسه. و شب که میشه همه جا آرومتره. خیابونها خالیتر میشن. کارخونه‌ها تعطیل میشن. قطارها کمتر رفت و آمد میکنن. این سکوت شبانه باعث میشه زمین یه جورایی بگه آخش بالاخره وقتش شد و فشارهایی که طی روز انباشته کرده رو تخلیه کنه. دقیقاً مثل فنری که وقتی تحت فشار نباشه خودش رو رها میکنه. حالا اینجا یه سوال جالب پیش میاد. اگه ما شبها هم مثل روزها فعال باشیم، یعنی هیچ وقت به زمین استراحت ندیم، آیا ممکنه این زلزله ها اصلاً رخ ندن؟ یا برعکس فعالیت بیشتر ما فشار بیشتری به زمین وارد کنه و اوضاع رو بدتر کنه؟ این سوالا هنوز جواب قطعی نداره. اما نکته مهم اینه که آرامش شبانه شاید یه فرصت ویژه باشه برای اینکه طبیعت کار خودش رو بکنه. اما این فقط یه نظریه است. یه نظریه دیگه میگه تغییرات دمای شب و روز هم ممکنه نقش داشته باشه. همونطور که میدونید روزها وقتی خورشید میتابه سطح زمین گرم میشه و شب که خورشید غروب میکنه زمین به سرعت خنک میشه. این تغییرات دما باعث میشه لایه‌های مختلف زمین به طور مداوم منقبض و منبسط بشن. مثل یه جسم فلزی که وقتی گرم میشه منبسط میشه و وقتی سرد میشه جمع میشه. زمین هم انگار شبیه ما آدم هاست. روز که آفتابه گرمش میشه و کلافه است، شب که هوا سرد میشه میگه وای چه هوای خنکی. ولی همون موقع که میخواد آرامش داشته باشه یه دفعه انقباض و انبساطش میزنه. به سرش و نتیجه یه زلزله حسابی که همه رو از خواب میپرونه. حالا فکر کنید این فرایند تو پوسته زمین هم اتفاق بیفته. این انقباض و انبساط دائمی مثل یک نیروی کششی روی لایه‌های زمین عمل میکنه. شب که هوا سردتر میشه یه فشار یا فشارها میتونه به اوج خودش برسه، به خصوص در مناطقی که لایه‌های زمین از قبل تحت تنش هستن. حالا بدونید که این نظریه به ویژه در جاهایی که اختلاف دمای روز و شب خیلی زیاده مثل بیابونها و کوهستانها اهمیت بیشتری پیدا میکنه. حالا سوال اینجاست، آیا این تغییرات دما میتونه به تنهایی ماشه زلزله رو بکشه؟ یا باید با عوامل دیگه‌ای مثل ساختار زمینشناسی یا جاذبه ماه ترکیب بشه تا زلزله اتفاق بیفته؟ اینجا یک نکته جالب وجود داره که خیلی ها ممکنه تا حالا بهش فکر نکرده باشن. جاذبه ماه. همینطور که میدونید ماه نه فقط روی آبهای سطح زمین بلکه روی کل سیاره ها اثر داره. دلیلش هم جاذبه‌ایه که باعث جزر و مد میشه. حالا اینجا یه تصور جالب مطرحه. همون نیرویی که آبهای دریاها و اقیانوسها رو بالا و پایین میکشه
روی پوسته زمین هم تأثیر میذاره. تصور کنید شبها که ماه تو آسمونه، این جاذبه ممکنه به شکلی نامخصوص پوسته زمین رو بکشه یا فشار وارد کنه. البته این فشارها اونقدری نیست که ما احساسش کنیم، ولی برای زمین که همیشه تحت تنشه، شاید همین مقدار کم کافیه تا تنش‌هایی که توی اعماق پوسته جمع شده آزاد بشه. راستی فکر کنید اگر ماه یکم مهربونتر بود و کمتر کشتی گیری میکرد، شاید زمین هم آرومتر میموند. اما نه، انگار ماه دوست داره زمین رو مثل یه تیکه خمیر کش بده و بگه دیدی چی کارت کردم؟ یه نکته دیگه هم هست که هیجان انگیزش میکنه. وقتی ماه در حالت ماه کامل یا تربیع اول و آخر قرار داره، جاذبهش قوی تره. این یعنی احتمال این که این اثر روی زلزله ها هم بیشتر بشه توی این شبها بالاتر میره. ممکنه به خاطر همین موضوع باشه که زلزله های بزرگ بیشتر شبها رخ میده. اینجا یه لحظه وایستا. اگه تا حالا از این ویدیو خوشت اومده حتما لایک کن و کانال دانینو رو سابسکرایب کن، چون موضوعات جذاب دیگه هم داریم که قراره با هم بررسی کنیم. ادامه ماجرا از این هم هیجان انگیزتره، پس حتما تا آخر ویدیو با هم بمونید. خب خیلی‌ها میگن که این داستان زلزله های شبانه فقط یک تصادف آماریه، یعنی ممکنه اصلاً دلیل خاصی وجود نداشته باشه و این اتفاقا فقط به طور شانسی شبها رخ داده باشن. اما بیایی یه لحظه به چند تا از بزرگترین زلزله های تاریخ نگاه کنیم. زلزله بم که در سال 1382 یا 2003 میلادی ایران رو لرزوند، ساعت 5:26 صبح رخ داد. شب بود، همه خواب بودن. نتیجه بیش از 26,000 کشته و خرابی هایی که شهر رو تقریبا نابود کرد. الله اکبر، الله اکبر. آقای کریمی بم ویران شد. وای وای یا الله یا رسول الله. در جغرافیای کشور چیزی به نام بم وجود نداره. آقای کریمی همه دستگاه‌های امدادی رو به سمت بم گسیل کنید. صدای من رو از یک تل خاک میشنوید. یا زلزله شیلی در سال 2010، یکی از قوی‌ترین زلزله‌های تاریخ با شدت 8.8 ریشتر، ساعت 3:34 بامداد اتفاق افتاد. باز هم شب، باز هم زمانی که مردم در خونه‌هاشون بودن و خواب بودن. نتیجه هزاران نفر بی خانمان شدن و صدها نفر کشته. حالا میرسیم به زلزله بزرگ ژاپن در سال 1995، معروف به زلزله کوبه. این زلزله هم ساعت 5:46 صبح رخ داد و باعث شد هزاران نفر کشته بشن و زیرساخت‌های زیادی نابود بشه. آیا اینا تصادفیه؟ شاید یه نفر بگه آره. اما وقتی تعداد این زلزله‌ها و شبانه بودنشون رو کنار هم میذاریم، دیگه نمیتونیم ساده از کنارش رد بشیم. بعضی تحقیقات نشون داده که شبها انرژی بیشتری توی لایه‌های زمین ذخیره میشه. دلیلش هم اینه که در طول شب زمین بیشتر در حالت استراحت قرار میگیره و فعالیت‌های انسانی به حداقل میرسه. حالا تصور کنید این انرژی توی بازه زمانی مشخص، یعنی مثلا نیمه‌های شب یا اول صبح آزاد بشه. همین موضوع میتونه توضیحی برای این زلزله‌های مرگبار باشه. آیا این تغییرات طبیعی تنها دلیل وقوع زلزله‌ها هستند؟ بیشتر دانشمندان هنوز در حال تحقیق درباره علت‌های دقیق وقوع زلزله‌ها هستند. اما چیزی که میدونیم اینه که یکی از عوامل اصلی که باعث میشه زمین بلرزه، حرکت‌های تکتونیکی و جابجایی صفحات زمین هست. شاید خیلی‌ها ندونن، اما سطح زمین از چندین لایه
یا صفحه بزرگ ساخته شده که این صفحات همیشه دارن به یک طرف حرکت میکنن. حالا این حرکت ها که میگیم هر لحظه زیر زمین اتفاق میفتن. درست مثل یک بازی پازل که قطعاتش دارن به هم میچسبند یا از هم فاصله میگیرن. این حرکت ها باعث میشه فشار زیادی توی پوسته زمین جمع بشه. حالا وقتی این فشارها توی یه نقطه از زمین زیاد بشه، یه دفعه ممکنه آزاد بشه و باعث بشه که زمین بلرزه. این اتفاق ممکنه هر زمانی بیفته. اما به نظر میاد که شبها این فشارها بیشتر آزاد میشن. چرا؟ چون شبها مثل روزها فعالیت‌های انسانی کمتر میشه و زمین به نوعی آرامتر میشه. بنابراین وقتی این حرکت‌های تکتونیکی اتفاق میفتن، فشارهایی که زیر زمین انباشته شده میتونه تو این ساعت شب بیشتر آزاد بشن و باعث بشن که زلزله‌ها بیشتر شبها رخ بده. به ویژه تو مناطق خاص این تنش‌ها و فشارهای زیرزمینی خیلی بیشتره. ممکنه شبها این اتفاقات به راحتی رخ بده. پس شاید این داستان شبانه بودن زلزله‌ها خیلی هم تصادفی نباشه. حالا شما چی فکر می‌کنید؟ آیا اینا همش تصادفیه یا طبیعت واقعاً یه راز بزرگ داره که ما هنوز کشفش نکردیم؟ نظرتون رو حتماً برام توی کامنت ها بنویسید.